هاي اللي أمامكم مو مسلسلة، هاي اللي أمامكم حرب بين دولتين، بين إيران وأمريكا، وهذا الفيديو موثق حصريا من قلب إيران، من عاصمة طهران. بشین بلند نشو، شاید زخمی شده باشه. بشین، شاید استخون شکستگی داشته باشه. بشین، الان نیروی امدادی ها رسیدن، الان میام. بیا گل بده، بیا خلاص. بذار باشه، بذار اینجا باشه. چی شد؟ اینجا چه جوری؟ بشین راحت میشدیم زن و بچه‌مون رو بشین اونجا اومدن. نمیشه گیری به سرم بگیرم. آسیب دیدن همه. زن و بچه تو کجان؟ بردم اون جلو. تو آمبولانس ها؟ نه جلو. یا حسین. آقا امدادی بیا اینجا. آقا بیا اینجا. امداد بیا. آقا یک کیسه بیا. آره